عطار نیشابوری یکی از شیرینکارترین شاعران ایرانه که انواع و اقسام پذیرایی از شما میکنه. یک وقت با یه رباعی از شما دلبری میکنه، یه وقت با یه غزل از شما دلبری میکنه که گر خودپرستی اگر این است که این مذهب ماست. بت روی تو پرستیم و به کس بد نکنیم. بتپرستی اگر این است که این مذهب ماست. خیلی میگن که بتپرست، خب بله ما بتپرست هستیم. اینا حالا گاهی اوقات یه رباعی داره که همون یه دون رباعی به وزن و درجه و مقام انسان اضافه میکنه. یعنی شما بعد از خوندن این رباعی یه خورده بیشتر شکوه انسانی رو در خودتون نشون میدین. با قوت پیل مور میباید بود. قوت آدم پیل باشه ولی مثل مور در مقابل مردم. با قوت پیل مور میباید بود. با ملک دو کون اور میباید بود. اگه دو عالمم بهت دادن بگو من عریان فقیر بیچاره یک چیز بر تنم نیست. که با ملک دو کون، واقعا هم مثلا این اسکندر که ملک دو چیز رو گرفت، این همه کشورها رو گرفت، عریان، حالا ممکنه اینا یه چیزی میپوشونن برای مردمه وگرنه عریان میسپرنش به خاک. با ملک دو کون اور میباید بود. وین طرفه شنو که حد هر آدمه‌ای، مهمترینش اینه، وین طرفه شنو که حد هر آدمه‌ای میباید دید و کور میباید بود. مهم اینه که من دارم میبینم همه چیز رو، اینا رو، ولی ضرورت پیدا میکنه که اینا رو هیچی نگم.